من به این درک برسم که اگر امروز اون رنج میکشه در جایگاه بالحقه خود واقع شده و هستی اشتباه نکرده و اون داره مسیر خودش رو طی میکنه که به نقطه رهایی که باید برسه و من پامو از تو کفش خدا بکشم بیرون، بخشی از مشکلات حل میشه. مشکل اصلی ما در این موارد نه مطلقاً ولی معمولاً اینه که پامونو میکنیم تو کفش خدا. میخوایم مسئولیت بودن اون آدم رو ما به عهده بگیریم. اولا که نمیتونی، هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. هر کس باید خودش رنج خودش رو به دوش بکشه. هر کس باید مسئولیت بودن خودش رو خودش به عهده بگیره. اون خالق داره، اون یک وجود مستقل مسیر خودش رو میره. ما نمیدونیم چه روحی به چه میزان رنج نیاز داره که میاد رو زمین و الا رو زمین نمیومد. چرا میخواین مانعش بشین؟ پس ما آدم بی‌عاطفه‌ای باشیم، به هم نوع خودمون اهمیت ندیم. اگه من میبینم برادرم یا خواهرم داره رنج میکشه بگم به من چه؟ اون رنج‌های خودشو داره، خودش مسئولشه، پس به من ربطی نداره. نه، معنیش این نیست. شفقت سر جای خودشه. معنی شفقت اینه که من بتونم بدون چشم داشت هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم در حد توانم بدون دلسوزی. چون دلسوزی بار عاطفی منفی داره، هم برای خودم هم برای اون آدم. رابطه دیگه رابطه سالم نیست. اگه از سر ترحم باشه، از سر دلسوزی باشه، سالم نیست. اون رابطه سالم نیست. شفقت اگر باشه سالمه. شفقت یعنی چی؟ یعنی شما هر کاری از دستتون برمیاد براش انجام میدین، قلبتون میتپه براش، برادرتونه، خواهرتونه، تا یه جایی که اونجا بنا به ظرفیت شما تعیین میشه. از یه جایی شما از یه جایی به بعد نمیتونین فقط رنج عاطفی بیشتر برای خودتون و برای طرف مقابل ایجاد میکنین و اون رابطه رو بیشتر مخدوش میکنین. همین. دیدین این بچه‌هایی که دائم به مامانشون میچسبن، قربون صدقه مامانه میرن، روزی 10 دفعه بهش زنگ میزنن؟ یکی از بچه‌ها هست که دائم خودشو نمیمالونه به مامانش، دائم بغلش نمیکنه، دائم قربون صدقه‌اش نمیره، روزی 30 دفعه هم بهش زنگ نمیزنه. ولی وقتی برای مامانه مشکل جدی پیش میاد هیچکی نیست. ولی همونی که نه زیاد ازش خبری میشد، نه زیاد زنگ میزد، نه روزی 30 دفعه احوال پرسی میکرد، نه قربون صدقه مامانش میرفت، کارشو میاد انجام میده، میاد به موقع حاضره، به موقع هست، مشکل رو حل میکنه، مامانو جمع و جور میکنه، منتظر تشکرم نیست، میره، میدونه داره چی کار میکنه. قبلا هم متهم شده که تو از همه بی‌عاطفه تری. شفقت حس دلسوزی توش نیست، از سر آگاهیه. به همین دلیل اگه من برادرم رنج میکشه یا خواهرم، تا جایی که میتونم یه حرکتی انجام میدم. از یه جایی به بعد نمیتونم. یه تیکه از قلبمه که زخمی شده، درد داره، جلوی چشمه، رنج میکشه و من شاهد رنجش هستم و کاری از دستم ساخته نیست. تا اونجا که ساخته است انجام میدم. از یه جایی به بعد نیست دیگه. نه دست شما، از دست هیچ کی نیست. ما نمیتونیم رنج دیگران رو به دوش بکشیم. ما مسئولیت رنج دیگران رو نمیتونیم، چون هر کس باید مسیر خودش رو طی کنه. شما چیکار دارین؟